چه کارو میکنم؟ یکی هست تو قلبم هر شب واسه اون مینویسم اون خوابه نمیخوام بذارم واسه اونه که قلبم این همه بیتام بعد از 300 میلیون تومن دوباره شدم دم این دل دیوونه یه نومه بخونی پر از عشقه با کسی بازم اونو نمیخونه یه روز همینجا توی اتاقم یه دفعه گفتاره میره چیزی نگفتم آخه نخواستم دلشو واسه بگیرم گریه میکردم رو که میبست میدونستم که میمیرم اون عزیزم بود نمیتونستم جلوی را کردی به یه دون خجا بکنی ساکت شد با اشتباه فهمیدی یادون متعلق به مردم گوگوگوه نه هیچ کس دیگر داری درباره کشوری صحبت میکنی که خیلی وقت پیش نابود شده شخص نادون عوض و اما بازم اینجا فرماده را کنم تسلیم گوگوریو بشید چی گفتی؟ تسلیم بشن؟ درسته هیچ خنده ای در بیابان بزرگ نداره که باید نباشیم راهواره داشت بشیم فرمانده مخصوصا برای شیم از تسلیم بشیم و دروازه رو باز کنیم در عقب نشینی کنیم اگر نه طعم تلخ شکست رو میکشیم در واقع شما باید فرار کنید نه ما ارتش تنگ در سرسر این منطقه مستقر شده و هیچ کس نمیتونه حریفش بشه که بخوام بکنم ارتش کمکی شما رو به طور کامل نابود کنم خنده میفهمی چی میگی؟ واقعا فکر میکنی میتونی با این حرفای سوی زمین تحصیل کنی؟ نشون بده